به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که عالی باشیم. با جلسه اول در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان خوبم، طبق صحبت‌هایی که با هم داشتیم قرار شد اول جلسه یکی از تنفس‌های متافیزیکی و خاص رو به شما آموزش بدیم. ابتدا برای این تنفس نیاز هست که به حالت لوتوس یا حالت در واقع یوگای تخصصی بشینید. نگاه کنید دوستان، نشستن در یوگا حالتهای خاص خودش رو داره. حالا نمیخوام تخصصی هاشو فعلا براتون بیان کنم، از ساده ها میخوایم شروع کنیم. حالت لوتوس رو قبلا در دوره‌های قبلی بهتون گفتم، ولی خب با توجه به اینکه این دوره از مقدماتی داره شروع میشه، من تصورم اینه که کسی که در این دوره نگاه میکنه میخواد از صفر و اصولی شروع کنه. برای همین سعی میکنم در واقع نشستن ها، تنفس ها و آسانه ها رو از مقدماتی برای شما عزیزان توضیح بدم. حالت لوتوس دوستان به این حالتی که هر دو کف پا به سمت در واقع قفسه سینه قرار میگیره، ولی برای شروع شاید خیلی سخت باشه براتون بتونید به این حالت بشینید. پس اصلا خودتون رو اذیت نکنید، خیلی ساده نگاه کنید، خیلی ساده، یه پا اینجا یه پا، ساده و آروم. برای شروع اصلا نمیخواید خودتون رو اذیت کنید، خیلی راحت بشینید، ساده. دستاتون رو به همین حالت کف دست‌ها که مشاهده میکنید قرار بدین روی دست. نیاز به مدرای خاصی نیست، شما تازه میخواین استارت کار رو بزنید. ابتدا میریم برای تنفس اولی که از تنفس‌های خیلی مهم و پایه است. بهش میگن تنفس شکمی یا تنفس دیافراگمی. این تنفس به چه طریقه عزیزان؟ شما در واقع قسمت شکم، چاکرای خورشیدیتون رو در نظر بگیرید، دقیقاً مثل یه بادکنکه. ابتدا یه دم میدید، این رو میگم دوستان تمام تنفس ها رو با بینی انجام بدید، یعنی ما کاری با دهان نداریم، فقط بینی، دم بازدم با بینی انجام میشه. شاید برای اول یکم سخت باشه براتون، مشکل نداره، دم با بینی میکشین، بازدم با دهان، ولی بعدا حالا حرفه‌ای تر که شدین دم و بازدم فقط از طریق بینی انجام میشه. خب دوستان بریم برای شروع. ابتدا شما با همین حالت ساده بشینید. میگم ما حالتهای مختلف داریم، رد داریم، لوتوس داریم، حالت نیلوفر داریم و خیلی حالتهای نشسته. فعلا ما کاری باشون نداریم، ساده راحت. به حالا اصطلاح همون قدیمی نشستن به کار میاریم. خیلی راحت نشستیم، شکم رو در نظر بگیرید، دقیقاً چاکرای خورشیدیشون مثل یه بادبادکه، الان باید باد بشه بیاد جلو و دوباره خالی بشه. به چه طریق؟ ابتدا شما یه بازدم بدید، اینجوری گوش کنید، یک بازدم میدید که این شکم با گفتم بره داخل. نگاه کنید الان این شکم رفته داخل، بسیار عالی. دستتون رو روی شکم بذارید که مطمئن بشید چقدر فاصله شکم تا بدن شما. بعد شروع میکنید به دم کشیدن از طریق بینی. زمانی که دم میکشید قسمت چاکرای خورشیدی یا همون شکم شما مثل یه بادکنک باید بیاد جلو. در بازدم بادکنک باید بخوابه. نگاه کنید دوباره از شکم داخل دست بذارید که مشخص شه، دم بکشید از طریق بینی. توجه داشته باشیم موقعی که میخواین دم و بازدم رو انجام بدید، حتما دوستان به این نکته توجه کنید، کمر باید صاف بشه. در خصوص حالا اون مراکز پرانا یا چاکراها براتون گفتم، حتما باید کمرتون صاف باشه. یعنی اگر حالت قوز بکنید، کج بشینید یا ایور اوور بشینید، اصلا این تنفس شکمی به شما جواب نمیده. پس به این نکته حتما توجه بکنید. یه بار دیگه با هم انجام میدیم. میتونید برای اینکه آرامش بیشتری داشته باشین چشم‌ها رو ببندید. شما میتونید دوستان برای اینکه در واقع این تکنیک رو قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر انجام بدید با شمارش انجام بدید. برای مثال میگم موقعی که دم میکشین با مدت 4 ثانیه این دم زمان ببرید. نگاه کنید، چهار ثانیه دم میکشیم، به مدت 4 ثانیه نگه میداریم و 4 ثانیه بازدم انجام بدید. دوباره با هم انجام بدیم.
بهش میگن روش 4 یعنی 4 ثانیه شما دم میکشی، 4 ثانیه نگه میداری و 4 ثانیه بازدم انجام میدی. کاربرد تنفس چیه دوستان؟ این تنفس باعث میشه بدن شما آماده بشه برای یک سری فعالیت‌های مقدماتی. خب عزیزان من، با توجه به اینکه جلسه اوله همونجوری که بهتون گفتم اول یک تنفس با هم کار میکنیم، بعد بریم سراغ آسانا و حالا اون تمرینایی که برای سلامتی جسم و روح شما لازمه و بعد بریم سراغ یک یوگا، در واقع یک مراقبه خیلی کوتاه. حرکاتی که امروز میخوام یادتون بدم برای قوی کردن عضلات گردنه. کسانی که خدایی نکنه گردن درد دارن با انجام این حرکات باعث میشه گردن دردشون برطرف بشه. کسانی هم که گردنشون در سلامت کاملی که خیلی خوبه باعث قوی شدن عضلات گردن میشه. برای این کار دوستان میتونید هم بیستی هم میتونید نشسته انجام بدید. برای مثال من دارم نشسته این کار براتون انجام میدم. یا کنید دوستان حتما چشماتون رو میبندید، چشم میبندید، یه دم بازدم انجام میدین. بعد از اون قسمت چانه خود رو میای میچسبونید به شانه سمت چپ. نگاه کنید خیلی آروم. حالا شانه سمت راست آروم. نمیخواد این حرکت رو سریع انجام بدید تو که تمام مهرات گردن اذیت میکنه. خیلی آروم. ببین چشم بسته است. آرام آرام و آرام. این حرکت رو باید 3 تا 10 تا انجام بدید. یعنی در واقع باید 30 بار این حرکت انجام بشه و هر دو طرف. حالا 3 تا 10 تا شاید یکم زیاد باشه برای شروع. ترجیحاً 10 بار انجام بدید، یعنی 1 2 3 تا 10. بعد که حرفه‌ای تر شدین 3 بار این کار رو تکرار کنید، چون میدونم برای شروع شاید یکم زود باشه. اما حرکت دوم که برای گردن باید انجام بدید در واقع بالا پایین کردن سره. نگاه کنید دوستان، بعضی وقتا تو این پیجا من دیدم اینجوری میکنن شاخ 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 شاخ، اصلا تمام این ستون فقرات مورد شماره 6 بهش میگن همش از کار میفته. پس دوستان نگاه کن، خیلی آروم بالا و پایین کردن سر 3 تا 10 تاست و شما فعلا برای شروع 10 بار بیشتر انجام ندید. با چشماتون میبندید، خیلی آرام. سر میاد پایین، سر میره بالا، سر میاد پایین، سر میره بالا، پایین، بالا. این کار به مدت در واقع 3 تا 10 تاست و برای شروع 10 بار انجام بدید کافیه. اما یک تکنیک کاملا تخصصیه، حالا یکی از تکنیک های حرفه‌ای گفته میشه. برای این تکنیک چیکار میکنیم؟ ابتدا دستتون رو دراز کنید به این طریق، دست رو مشت میکنید، چشم ها و نگاه شما به سمت مچ دسته. خب چشم ها به سمت مچ دسته و بعد با دست بعدی میاریم به سمت دست مشت میکنید، دوباره میکشین میره عقب، دوباره میاد به سمت جلو. این حرکت بهش میگن حرکت تیر و کمان یا دارنول. حالا اسمای مختلفی هم داره. برای چیه دوستان؟ این حرکت تمام عضلات گردن رو قوی میکنه. روش اصولی به چه طریقه؟ زمانی که شما دستتون رو مشت میکنید، دست بعدی میره سمتش، یه دم میکشه بره و در بازدم دوباره دست میره جلو. دم و بازدم دقیقا مثل آرش کمانگیر، تیر رو گرفته، تیر رو میکشی و اون تیر رها میشه. دوباره به همین طریق. دست بعدی دوباره دستتون رو مشت میکنید، دست بعدی نگاه به سمت دستتون باشه، دست رو به سمتش میگیرید. این حرکت باعث میشه عضلات گردن شما قدرتش هم برابر بشه، قسمت های در واقع سمت پشت کمر، پشت شانه شما عضلاتش قوی بشه. جز حرکت های بی‌نظیره. چون حالا جلسه اوله سعی می‌کنیم با حرکات های سبک شروع کنیم که شما به راحتی بتونید انجامش بدید. عزیزان بریم یک مراقبه کوتاه با هم داشته باشیم و جلسه اول رو به پایان برسونیم.
بسیار عالی. دوستان به حالت مراقبه قرار بگیرید، ترجیحاً نشسته باشین، به حالت ساده. نمیخواید حالت نشسته خاصی باشه، کاملا ساده. چشماتون رو ببندید. یکی از مدراها رو میتونید به دلخواه خودتون انتخاب کنید. ساده ترین مدرا شما براتون گذاشتم. چشم‌ها بسته است. دم و بازدم از طریق بینی انجام میشه. آرامش رو در تمام بدن جاری کنید. آرام آرام آرامی. تمام بدن ما سرشار از آرامشه. تجسم کنید دقیقاً از بالای سر شما محل چاکرای تاجی، نورهای زیبای زرد رنگ همچون یک آبشار بر روی سر و گردن شما جاریه. این نورهای زرد زیبا عضلات گردن شما رو قوی میکنه. سر و گردن شما کاملا در آرامشه. گرما رو در قسمت جلو و پشت گردن احساس میکنیم. آرام آرام آرامی. تجسم کنید این نور زیبا همچون آبشار بر روی سر و گردن شما ریزش میکنه و گردن شما رو گرم میکنه. گرما رو در گردن احساس میکنید. آرام آرام آرامی. تا 5 شماره من چشم‌ها رو باز میکنیم. 1 2 3 4 و 5. دوستان عزیزم، پایان جلسه اول.